ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک با توجه شما گفتار چهارم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هایجا. مرحمت گوش کنید. و بیک ایثار عبدالرحیم دادخواه در میدان جنگ تنها ماند و عقب نشست. سپاهش دیگر اقتدار حرب و ضرب نداشت و سپاهیان امیر به هر دیه و باغ پایشان رسید غارت را به غایت رسانیدند و مردم از جانشان گذشته بیل و کلند و داس و خاطه گرفته به میدان برآمدند و لشکر امیر آنها را از یک سر قیر کرد و عبدالکریم با یک دسته آدمان نزدیکش گریخت و گریزان از سریخان پناهگاه پرسید و سریخان با مقصد خود را نغز نشان دادن عبدالکریم را دستگیر کرد و به امیر سپارید. من عیبی ندارم، عیب از عبدالکریم گذشت. و امیر اسیر را به قتل رسانید و میخواست که سریخان را نیز بگیرد و سریخان شب و شب فرار کرد و به افغانستان گذشت. و الحال امیر در فایتون به حضور نشسته با هوای این غلبه گذشته خود را عالمگیر حساب می کرد. 3 لشکر را شکست، 3 ملک را تابع کرد و غنیمت‌های مالی و جانی گرفت. در پیش فقط یک لشکر است و ملک‌های وسیع و ثروتی بی قیاس. و پرده را بالا زده به فایتون زنها نگریست، دخترانی خوشرو بسیار. لشکر راه می پیمود، شترها توپها را می کشیدند، سواره ها از بیراهای دشت می رفتند، پیاده ها با راه تپرخاک و سرلشکر اسب جومست زیران از فوج به فوجی می رفت و فشی سلش را بادی چارخیزی اسب جولان می داد و نعره می کشید: مرد باشید، مردانه روید. و لشکر مردانه می رفت. شاخ درختان را شکسته، میوهش را خورده، کشتزارها را زیر پا کرده، یاره آبچکاری ها را کنده می رفت و صاحبان باغ و کشت و پلکا پس از گذشته رفتن آنها با دل خونشار و چشمی پرآب به آسمان عرض و شکایت می فرستانیدند: هر جا که رسید پای اسب قطغن نمرده کفن یابد و نزنده وطن. از آسمان یاری نمی رسید، ولی در زمین می دیدند که در هر منزلی که امیر فرود آید حاکم تومان و اربابان ده او را پیشواز می گیرند. با دف و دایره، سرنه و غژق و رقص و بازی و می برند و می فرارند به مهمانخانه قبضه و فرومان و پیش پایش خون می برارند، سر می برند، گاو و گوسفند و از مردم جو و علف می غندارند برای اسب و شتر ایشان و دسترخوان می اندازند، نانهای شیرمال، مویز سیاه دانه کلان، کشمش سایگی، چارمغز، بادام، حلوا، نیشالا، نبات، آب دندان، سیب، انگور، انار، نوک، گوشت آبجوش، گوشت بریان، آش اوگرا، آش پلاو و منصبداران در تردد دستها پیشی بر و اهل رقاب فشازنان در خوردن و آشامیدن و امیر در کتگی و فراغت و حلاوت که فقرا مرا دوست می دارد
و فقرا که هر روز و هر سال تاراج دیده است از پس او دعا می کند. کیلاها خردکیت زهر و زقوم شود. و سپاهیان سواره در صحرا لنگر پرتافته از دیگ‌های امیری شام می‌خورند و اهالی دهات نزدیک را عهده‌دار کردند که به اسب آنها جو و بیده بدهند و پیاده‌ها در رباط‌ها قوش پرتافتند و جلو جنده‌شان را پهن و لنده ماندند و خلطه و سناچ‌ها را کشاده توشه‌های آورده‌شان را تناول می‌کنند. و روزی مراد با دوستی دیگریز که هر دو جهاد طلبانی اختیاری‌اند در کنج پشت به دیوار رباط مانده نان و آب می‌خوردند. و روزی مراد سخنش را که در راه سر کرده بود دوام داد. ما به جهاد می رویم تا که مال و جان مردم را حمایه بکنیم. مقصد همین است. همین. لیکن در عمل چی؟ هنوز با دشمن روبرو نشده ایم. جنگ نکرده ایم. اما ملخ برین مال و منال زحمتکش بیچاره را می لیسیم. این چی لشکرداری است؟ منغیتی و زورکیش همین. جواب داد دوستی دیگریز. عادت کهنه این مردم، ترتیب دولتداریشان همین. بسیار دیدیم. جای تعجب ندارد. لیکن من حیرانم که شما اهل سواد امیر و وزیر را بد می‌بینید. خدمت دربار را پشت پا زدید. باز به حمایه امارت کمر بستید. به حمایه امیر و وزیر نی، به دفاع خاک وطن. اینها امروز هستند، فردا نیستند. اما خاک وطن برجاست، دائمی است. حفظ آن شرط است. شاید همین طور باشد. اگر این طور نیست شما به چه امید فدایی شده اید؟ از ناعلاجی. بار روزگار نهایت وزنین شد. راه خلاصی را در جنگ دیدم. شهید شوم به جنت می روم. زنده مانم غنیمتی می گیرم. با همین نسک می رفت لشکر اسلام به علیه کفار و این راهپیمایی 2 ماه طول کشید و به هر منزلی که روزانه دم می گرفتند یا شبانه خواب می رفتند ارباب و املاکدار صغیر و کبیر را جمع آورده سری راه می برآوردند و قافله امیر را پیشواز می گرفتند. با نان و نمک، با رقص و سرود، با تعظیم و خوشامدید و بین اربابان یک مسابقه ناگفته به عمل آمد. کی بهتر استقبال می کند؟ آدمی بیشتری می برارد، صف بهتری می آراید، حولی محتشمی دارد، گاو و گوسفند فر بهتری می کشد، دسترخوان پرنعمتری می کشاید، تحفه قیمتتری می دهد، جو بیده فراوانتری فراهم می آورد. و این همه خراجات از کجاست؟ کسی به حساب نمی گرفت. و بخارا که ملکی به حساب و کتابی بود، میجه امارت پناه و شریعت پناه خم نمی خورد که در کهدان رعیه پاره خسی، در هیزمخانهش پرخه هیزمی، در انبارش دانه گندمی نمانده است و سپاهیان آذوقه‌ای که در تربه و سناچا داشتند کیها خوردند و گرسنه و نیم گرسنه راه می روند و هر خوردنی در سر راه و اطراف راه یابند طلب می کنند و به دزدی و میده دزدی دست می زنند و از هر دیه و تومان که قافله امیر و لشکر جرارش می گذشت فیض و برکت می پرید و خلق تاراج دیده امید از رحمت خدا داشت و دست به آمین می برداشت. خدایا، خداوندا، که این بلا را از سر ما دور می کنی؟ و پشت دست برو می کشید. الها رفتی، بر نگردی. و عاقبت لشکر به موضع ساسکول رسید و نزول کرد و رو بروی عسکری روس ایستاد. سراسکران روس نظام و سلاح عسکران امیر را خیلی خوب می دانستند و حالت راه ها،
پیره‌ها، وضع و وزن پل‌ها، گذرگاه‌ها و طرز روزگار و روحی اهالی و ساخت قلعه و دیدبانی‌ها را عمیق می‌دانستند و با خبر بودند که امیر برای آنها لشکر کشیده است، ولی از آغاز جنگ خودداری می‌کردند تا دولت‌های متمدن جهان غاصبشان نگویند. امیر نظام و سلاح عسکری روس را نمی‌دانست و از تعلیم و تأمینات روحی آن صرف بیخبر بود و فقط یک دغدغه خشک و خالی جنگ طلبی در سر داشت و آدم عرصات را حی کرده آمده است که غذا بکند و سرکرده عسکری روس در ساسکول غون آمدن توده بزرگ آدم را دیده وهم کشید و در این مورد صلح را مقدم بر جنگ دانست و رسول فرستانید به امیر که ما جنگ کردن نمی خواهیم. اگر مشکلی هست بیایید به خوشی با مصلحت و مشورت حل کنیم. امیر گفتگو با یک افسر را به شأن خود مناسب ندید و بار نداد و به سرلشکر فرمود بروید به وی گویید که ترسیدید. باید پیشکی فکر میکردید که در این میدان با کی سر و کار دارید. جنگ ناگزیر شد. ما به کسی هجوم نکرده ایم، برقیه داد گنرال گوبرناتوری ترکستان به سراسکرش. به ما هجوم کردند، ما باید جواب مناسبی بدهیم، مقاومت بکنیم. فوراً قواهای نو به مددتان میفرستیم. و عسکر روس آمادگی گرفت، سنگرها ساخت، توپها را در بلندی ها شیناند، جای پولمیات ها را معین کرد، سمت دسته ها را نشان داد و شماره عسکرانش به 1000 نمی رسید و منتظر شد طرف مقابل چیکار میکند. از این طرف امیر تعجیل داشت. نماز بامداد را مختصر خواند، نوکران اسب آوردند، سوار شد و با اهل رقاب سری بلندی از همه بلند برآمد و به چادر سرخ در آمد و دشت و سپاه را نظاره کرد. دشت وسیع، همواره های پست و بلند، سیل راه، شکست و فرو رفته ها، خامه ها، ادیرها، بوتزارهای تنوک و ریک روان و لشکر به هجوم تیار. و امیر وعظ گفت که زنده ها غازی می شوند، شهیدها راست به عرش اعلی می روند. غذا بکنید، سلات ها را کمتر بکشید، زیادتر اسیر بگیرید، نصرت بکنید، هر شهر را بگیرید. 3 روز به اختیار شماست، غنیمتی که یابید از آن شماست. و فاتحه داد به آغاز جنگ و لشکر جنبید و سرلشکر اسبش را جولان داد و از ادیر به ادیر، از فوج به فوج میتازاند و ندا میداد: جهاد کنید، پایدار ایستید، جهاد کنید، پایدار ایستید. سپاهیان سواره شمشیرها از غلاف برکشیدند، الوانج دادند در هوای بالای سر و اسب تازانیده نعره کشیدند و پیاده نظام از پهلوهای و از دنبال های و هوی برداشتند و سیلوار روان شدند و سلاتهای عروس که تا الحال خاموش و انتظار بودند در سنگرها دست به سلاح گذاشته فاصله را چین می کردند و همین که مسافه تیررس شد از توپها آتش گشادند و صدای ترکش گلوله ها که ناآشنای و واهمناک بود و شیهه اسبها که با سوارشان کلپا می رفتند و پیادگانی که به زمین چلپک می شدند و چنگ و غباری که به هوا می خیست دهشت به صفهای لشکری امیر انداخت و ترس و لرز غالب آمد و دعوتهای سرلشکر
جهاد کنید، پایدار ایستید به گوش کسی نمی درآمد و گریز سر شد و سپاه در بین 1 ساعت پراکنده گردید و از پس توپ‌ها پولمیات‌های سلات‌ها به کار درآمد و تیراندازان همراه شدند و جهاد طلبان سواره و پیاده به ترتیب عقب نشستند، هر دسته به طرف و شماره آنهایی که از ترس به جر و جو افتیده نابود و مجروح شدند بیشتر بود از شماره آنهایی که از تیر جان به جان آفرین سپاریدند و سلات‌ها شهد غالبی چشیدند، از سنگرها برجستند و تعقیب کردند و امیر و اهل رقاب چادرها خون داشتند، سوار شدند و گریختند تا آن دمی که صدای تیر و توپ دیگر شنیده نمی شد و در کنار دشت در سر راه کاروانگذر در رباط گنبد سبز فرود آمدند و نظامیان سواره پس و پیش در اینجا جمع می شدند و یک دسته سواره زنهای فایتون سوار امیر را جانب بخارا گسیل می کردند و از پیاده ها توده در راه بودند. گروه راه گم زدند، قسم گریخته به دیهات رفتند و از 50 فدایی که روزی مراد همراهشان بود 9 نفر باقی ماند و از آنها کسی راه را نمی شناخت و توکلاً قدم می زدند و در پیش غیر چول بیداد، بیابان خالی و تل و تپه های ریگ و خال بودتدار دیگر چیزی نمی نمود. و سرلشکر به امیر عرض کرد: امیرم، پیری همین مزار گنبد سبز شاهد که ما ترسو نیستیم، لیکن سلات‌ها جنگ نامردانه کردند. آنها فرصت ندادند که شیرچنگالان ما نزدیک روند، وگرنه خاکشان را می بیختیم. و دوست دیگریس در ریگزار از پای رفتن ماند و خود را به خامه ریگ پرتافت. یک نفس دم می گیریم. شنیدون همتون. شما مولا روزی مراد آدمی خواندگی به ما گویید که چرا توپ‌های ما جواب ندادند؟ یک گلوله هم نپرتافتند. توپ‌های ما در حفظ زنهای امیر ایستادند. به جنگ کردن وقت ندارند. و در گنبد سبز سرکاران به امیر حسابات می دادند. توپ‌ها گلوله نداشتند. گلوله ها در بخارا ماندند. بارود را سری وقت از انبار نبرآوردند. قسم زیادی سربازان 1 هفته آخر گرسنه و تشنه بودند. بیک شهر سبز با سربازانش از نیمه راه برگشته رفته است و امیر رگ گردنش را خیزانده داد زد: نداشتند، نبرآوردند، نه آمدند. شما مأموران در کجا بودید؟ چشمتان به کجا بود؟ و منشی دربار، آدمی ریش سفیدی که نوشتن تاریخ امارت به عهده‌اش بود و 30 سال باز لشکرکشی های مظفرانه و فاتح زمانه و تنتنه های قصر و پیشکش و تارتوق های حاکمان و سلام زمین بوسی منصبداران و یرلیک دادنها و قبول سفارت ها و خیرتمند یگانه بودن امیر را روی کاغذ می آورد و همیشه 2 دست پیش بر خوش و لبای می گفت، از کجای غیرتش جوش زد و روح غلامیش شکست و بعدی به خدمت دربار آمدن بار اول به اسب جوهر خود برگشت و در حضور امیر بی رخصت از جای نشستش برخیست و بی تعظیم زمین بوس پیش برآمد. من گویم که کجا بودند؟ هنگام تیاری به محاربه شما با حاجی توره در چارباغ شیربند سرگرم بازی دار و پخش کن بودید. اینها از کنار ایستاده تماشا می کردند. چشمشان به سرسرکان و پخش کردنهای شما بود. هنگی منصبداران کند، رنگ بدل کردند و ابرو در هم کشیدند و لب کج نمودند و چشمشان راه رفت، گویا ناگهان زمین لرزیده باشد. همه خاموش و هراسده منتظر ماندند. به منشی چی شد؟ خوشادا بود. عمر بسری خم تاریخ سلاله منقد را نوشت. شهامت و عدالت امیر را وصف کرد
غیور و جهانگیر و امارت پناه می گفت چی بلا زد که یک و یک باره از یک دستنگری خوشامدگو به یک دست دراز حقیقتگو تبدیل یافت؟ از جهل چشمان امیر خون گرفت. خدا از ما رو گردانده است. خواجه بهاوالدین بلاگردان دستگیری نمی کند. منشی پیر به حکم تبدیل یافت. درست می کند. می خواهید خدا را هم فریب دهید؟ بدانید خدا رعیه جندپوش و شکم خالی بخارا نیست که این همه جبر و ستم را نادیده بگیرد. مثل زربافت پوش و سله کلام و شکم دمان اطراف هم نیست که هر قباحت را کرامت نشان دهد. شما که از بندگان خدا رو گردانده اید، چرا خدا از شما رو نگرداند؟ برید او را، برید، 4 دران کنید. گنرال گوبرناتور قصد فتح دیزک را داشت که دروازه سمرقند است و امیر هم امید به قلعه دیزک می کرد که دشمن را شکست دهد و پیش کند تا ارینبورگ و محافظت این قلعه را واگذار نمود به یکی از اولادان خود، آخوند کلان. و این آخوند نه آدمی حربی بود و نه علمی حربی را می دانست. ولی امیر به صداقتش شبهه نداشت. به شخص او صادق باشد، هنرش مهم نیست. و دسته دسته سرباز میفرستانید، از سواره و پیاده و گروهی راه گمزده روزیمراد و دوست دیگریز که سواد سمت راه را معین کردن نداشتند و 2.5 روز است که در بیابان بی سر و سامان میگشتند و 3 همراهشان را زیر ریگ دفن نمودند و از زندگی ناامید بودند. تصادفاً با یک دسته سرباز پیاده‌گر واخوردند و همراه آنها به دیزک آمدند. در قلعه دیزک سربازان از درون و بیرون دیوار خاک می‌کندند. آخوند کلان فرموده بود که دیوار قلعه را گرداگرد خاکریز بکنند. همه راه‌های درا و برا را بندند که یگان جاندار در آمده و برآمده نتواند و دروازه و در و دریچه را محکم می کردند. آخوند کلان گرد دیوار قلعه دور زده و مستحکمی خاکریز را دید و خوشش آمد. دشمن 100 سال زور زند، این قلعه را گرفته نمی تواند. خوب کار کردید. اکنون فراغت بکنید و طعام حلال بخورید. سربازان بیل و کلنتها را برداشته به صحن قلعه غون آمدند که نفس آزادی کشند و همین لحظه اشور 500 سرباز کسبی و جنگ دیده به آخوند کلان خطاب کرد. حضرت، جنگ طلایه دارد، بین دارد، کناره دارد. این نقشه‌ای که شما کشیدید سپاه را زنده به زنده گور می کند. آخوند کلان فش سله برزد و تاکید کرد. فرمانده من، وظیفه شما اجرا کردن. اشور 500 به این فرمان او اطاعت نکرد. سربازانش را از قلعه بیرون برد و در خامزار دشت در هوای کشاد سنگر گرفت و روزیمراد و یارانش که بی‌ساهی بودند به گروهی او پیوستند. سربازان توده توده در روی حولی نشستند و شلان خوردند و یان باش زدند. لب گفت که آمد، دهان گفت که در آمد، شکم گفت که در بالا چی بود پایان نفر آمد. زرخنده کرد سربازی. سلاتهای اوروز همین خیل شلال میخورده باشند؟ سوال داد دیگری. نه، آنها گوشت خوک میخورند. و صبح روز دیگر از دشت صدای تیر و تفنگ برآمد و دیدبانهای باره قلعه به آخوند کلان خبر رساندند که
اسکه عروس آمد و آخوند کلان فرمان داد که شینک گیرید. نیم فرسخ دورتر از قلعه سربازان اشوری 500 پیش هجوم سلات ها را گرفتند. از سنگرها و از پس تلها تیر کشادند و نظام مقاومتشان تا اندازه عاقلانه بود که دشمن رخنه کردن نتوانست. توقف نمود. جنگ 5 ساعت طول کشید. اشوری 500 استوار استاد. هر یک میرگن را که فوتید یا زخم برداشت سری وقت عوض می کرد و خیلی تلفات داد، ولی دشمن را پیش آمدن نماند. و در قلعه امام لشکر پس از خاموش گشتن تیر بعد ادای نماز پیشین به آخوند کلان شنوانیده خطاب کرد. احوال 500 چطور باشد؟ یک خبر هم نگرفتیم. آخوند کلان دست به شمشیر حمایل برد و قبضه گرفت. ماند عذابش را کشد. سزای خودنمایی همین. شما گفتار 4 را از رمنی تاریخی ادبی شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیده. کارگردان نگینه ابراهیم، صدابردار منظوره یوسف، محرر بایمرزای شاکر، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشه.